باب سیوم. ببینید که پدر به ما چگونه محبت عطا نموده است تا که ما فرزندان خدا نامیده شویم و چنین هستیم. جهان ما را از آن سبب نمی شناسد که او را نشناخته است. ای محبوبان، ما اکنون فرزندان خدا هستیم، ولی هنوز معلوم نشده است آنچه خواهیم بود. فقط همین قدرش را می دانیم که در وقت ظاهر شدنش مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کی از او چنین امید دارد خود را پاک می نماید، چنان که او پاک است. هر کی گناه می کند شریعت را می شکند و گناه شکستن شریعت است. و شما می دانید که او برای برداشتن گناه های ما ظاهر شد و در او گناهی نیست. هر کی در او بماند گناه نمی کند. هر کی گناه می کند او را ندیده است و او را نشناخته است. ای فرزندان، بگذار شما را هیچ کس فریفته نکند. کسی که عدالت را به عمل می آورد وی عادل است، چنان که او عادل است. کسی که گناه می کند وی از ابلیس است، چون که ابلیس از ابتدا گناه کرده است. برای همین هم پسر خدا ظاهر شد که اعمال ابلیس را ویران کند. هر که از خدا تولد یافته است گناه نمی کند، چون که ذات او در وی ساکن است. وی گناه نمی کند چون که از خدا تولد یافته است. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این طور شناخته می شوند: هر که عدالت را به عمل نمی آورد از خدا نیست، همچنین کسی که برادر خود را دوست نمی دارد.